به نام خدای رنگین کمان. این برنامه برگرفته از دفاعیات مسیحیت در جواب به پرسش‌های انگیزه من و ما براندازان مبارزه مدنی سامانه پادشاهی در مورد جایگاه موضع ما در برابر اسرائیل و جواب به دشمنان اسرائیل که با آموخته و اندیشه‌های من همسو بود ساخته‌ام و به اشتراک گذاشته می شود. پیش از آغاز باید از بینندگان گرامی با سپاس درخواست کنم این پست را به روش دلخواه پخش کنند تا بذر ایمان با محبت در دلها کاشته شود. ضمناً از نام بیبل جهانی برای گفتن کتاب مقدس مسیحیان جهان استفاده می کنم تا با کتاب دیگری به اشتباه گرفته نشود. برادر ایماندارم مهران پورپشنگ در تاریخ 3/10/2016 20 اسفند 1394 این گونه نوشت: آیا اسرائیل باید محو شود؟ برای رسیدن به این پرسش به نکات زیر توجه کنید. نخست، اسرائیلی ها، مسیحی ها و آنانی که میگویند نسل یا پیرو ابراهیم هستند اما مسلمانان، در کتاب مقدس بیبل 312 بار نام ابراهیم ذکر شده. شاید او معروفترین شخصیت در کتاب‌های عهد عتیق باشد. بی تردید تاثیرگذارترین شخص در تاریخ. ابراهیم در کتاب مقدس دوست و پارسا لقب گرفته. بیبل یعقوب فصل 2 آیه 23. همچنین جاودانگی. بیبل دوم تواریخ 20 آیه 7. دوست من ابراهیم. کتاب اشعیا فصل 41 آیه 8. پدر ملل. رومیان فصل 4 آیه 16 و 17. ابراهیم از لحاظ تاریخی به عنوان جد خداباوران یهودیان، مسیحیت و باور مسلمانان دارای اهمیت است. خالق ابراهیم و نسل او را برای برقراری نظم و خداپرستی به کار برد. در زمان آمدن مسیح عیسی در اسرائیل یهودیان افتخار می‌کردند که از جد ابراهیم هستند. امروزه نیز همین ادعا را مسلمانان تکرار می‌کنند. یهودیت، مسیحیت و اسلام همگی ابراهیم را به عنوان نبی یعنی پیامآور آفریدگار محترم می‌شمارند. در قرآن سوره بقره آیه 47 به برگزیدگی قوم اسرائیل اشاره شده است. ای فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم که به شما ارزانی داشتم و از اینکه من شما را به جهانیان برتری دادم یاد کنید. خداوند به ابراهیم وعده داد: تو را پدر امت بزرگی میگردانم، تو را برکت میدهم و نامت را بزرگ میسازم و تو مایه برکت خواهی بود. آنانی که به تو برکت یعنی خوبی میدهند برکت میدهم و آنانی که تو را لعن، حالا نفرین یا بدی، اذیت میکنن لعن میکنم. بیبل پیدایش فصل 12 آیه 32. نامت را بزرگ میسازم. بیبل پیدایش فصل 12 آیه 2. به نظر میرسد که هیچ کس در طول تاریخ مانند ابراهیم نیکنام و سرشناس نبوده است و اما موسی دید که بوته آتش شعله‌ور است ولی نمیسوزد. پیدایش فصل 12 آیه 3. در آنجا بود که خالق برای اولین بار با موسی سخن گفت. بیبل خروج فصل 3 آیه 2 و 3. بوته و آتش سمبل اسرائیل و نشانه خالق است که زرتشتیان نیز آن را نماد روشنایی می‌دانند. امپراتوری فرعون تا هیتلر و دشمنان قسم خورده یهودیان قادر نبودند اسرائیل را نابود سازند. آنان موفق نشدند نسل قوم اسرائیل را ریشه‌کن نمایند. آتش به شدت درون بوته زبانه می‌کشید ولی نتوانست آن را تباه سازد. اگر خداوند به وعده‌اش مبنی بر حمایت از قوم اسرائیل عمل نمی‌کرد، در واقع عهدشکنی می‌کرد. قوم اسرائیل فرزندان ابراهیم هستند و از این طریق خدای حقیقی، خدای زنده معرفی گردید و نجات بشریت توسط عیسی مسیح تضمین شد. وقتی خداوند کسی را برکت می‌دهد، آن شخص بر لعنت و دشمنان زندگی شما غلبه می‌کند و آن را محو و نابود می‌سازد. حال اگر ایماندار یا هر کسی که او را نمی‌شناسد ناگوار کشته شود یا بر اثر حادثه زندگیش پایان یابد، در روز داوری طبق ایمانش داوری می شود. دوم، ابراهیم 2 پسر داشت، اسحاق و اسماعیل. وقتی ابراهیم از خداوند درخواست کرد که ای کاش اسماعیل در حضورت زیست کند، پیدایش فصل 17 آیه 18. خدا در جواب به او با تأکید فرمود: در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده از او امتی بزرگ به وجود می آورم. بیبل فصل 17 آیه 20.
به یقین مسلمانان پیامبر اسلام از نسل اسماعیل است، در حالی که تمام پیام آوران و مسح شدگان که نامشان در بیبل برده شده از نسل اسرائیل اسحاق هستند، مانند کوروش بزرگ. بیبل فصل 45 آیه 1 و 13. این است آنچه خداوند به مرد مسح شده خود میگوید: به کوروش که دست راستش را گرفتم که تا قومها در برابرش به زانو درآورم و توان ایستادگی را از آنها سلب کنم تا درها در برابرش را بگشایم و دروازه‌های دیگر بسته نشود. من کوروش را برای اجرای عدالتم برانگیختم و راههایش را جملگی راست خواهم گردانید. او شهر مرا بنا خواهد کرد و اسیرانم را آزاد خواهد ساخت، اما نه برای دستمزد یا پاداش. این را خدای لشکرها میگوید. در اینجا خالق نام پادشاه ایران باستان را می آورد. می دانید چرا؟ جوابش این است: چون هیچ پادشاهی خریدنی نیست. آنها را خالق برای برقراری نظم و عدالت و امنیت بر تخت می نشاند. طبق قرآن اگر مسلمانی باور دارد پس عمل کند. این چنین گفته: سلسله نبوت از اسحاق می آید و ما اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در خانه‌اش مقام نبوت و کتاب آسمانی را برقرار کردیم. قرآن سوره عنکبوت آیه 27. اما خداوند به ابراهیم گفت: عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت. بیبل پیدایش فصل 17 آیه 21. سوم، کتاب بیبل خداوند سرزمین کنعان را قوم اسرائیل بخشید. قوم من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است درآیید. حتی قرآن این چنین گفته: سوره مائده آیه 21. چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم مشهور گرد هم آمده دور هم جمع می کنند. حال باید با آنانی گفت که خود را فرزند ابراهیم یا پیروان او مینامند به جای دشمنی و جنگ خونین با یکدیگر. بهتر نیست گرد هم آیند و مذاکره کنند تا به صلح و دوستی و پیشرفت برای رفاه مردم سرزمین خود برسند؟ برخی از مسلمانان رادیکال میگویند اسرائیل باید محو و نابود شود. آنان باید ابتدا از خود سوال کنند: آیا قرآن مسلمانان را حکم کرده که نسل یهودیان ریشه‌کن نماید؟ آیا قرآن پیشگویی کرده که قوم اسرائیل برای همیشه نابود خواهد شد؟ آیا قرآن گفته اسرائیل باید از زمین محو شود؟ از آنجایی که پاسخ سوالات منفی است باید توجه خود را به دیگر معطوف کنند. قوم اسرائیل به خداوند یهوه ایمان دارد و دارای شریعت الهی است. از بت‌ها بیزارند و به روز داوری، بهشت و جهنم فرشتگان و شیطان اعتقاد دارند. بنابراین جنگیدن با اسرائیل که پیامبران زیادی در میان آنها بوده و مایه برکت، اکتشافات، اختراعات برای زندگی بهتر آدم‌ها بوده منطقی و جایز نیست و چیزی جز شکست عایدشان نمی شود. مسلمانان بدانند که در قرآن سوره مائده آیه 20 ذکر شده: ای قوم من، نعمتهای خود را بر خود یاد کنید که در میان شما پیامبرانی قرار داد که به هیچ کس از جهانیان نداده بود. چهارم، جنگ. در مورد جنگ که شاهزاده پهلوی گرامی با دانش فوق سیاسی و هوشیاری و مردمداری بارها با آن مخالفت کرده، باید گفت جنگ برای مردم جز پایان زندگی، کشتن، کشته شدن، فقر، گرسنگی، فحشا و ویرانی شهرها و روستا، جان و مال چیزی به همراه ندارد. حتی پیمان صلح را شاهزاده عزیز و همسر گرامیشان پرنسس یاسمین با سفری که به اسرائیل کردند پیغام صلح دوستی مردم را به اسرائیل رساندند. در جنگ جهانی اول و دوم اتفاقات رنجش‌آور زیادی رخ داد که به جای رسید که آدم‌ها حتی از گوشت هم برای زنده ماندن استفاده می‌کردند، مانند چین که تا به امروز از گوشت سگ‌ها نیز استفاده می‌کند. در جنگ جهانی دوم بمب‌های اتم شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را کاملا ویران کرد که حتی تا امروزه به طور طبیعی هیچ گیاهی نمی‌روید. اما اگر ژاپنی‌ها همچنان تلخ در پی انتقام‌جویی یا منفی بافی به جنگ ادامه می‌دادند، هرگز پیشرفت امروزه را به عنوان ابرکشور پادشاهی در عرصه کشورداری، رفاه، صنعت، دانش، فناوری و ورزش، تکنولوژی بر دنیا سلطنت نمی‌کرد. این زمانها کمتر کسی هست که محصولات ژاپن نظیر سونی و تویوتا و هایوندا و یاماها رو نشناسه و دوستش نداشته باشه یا آرزوش رو نکنه. در واقع محبت، بخشش، ایمان، صلح و برنامه‌ریزی برای سرزمین برکت و نعمت فراوان به ارمغان میارد. این بود پیامی که من دادم به تمام کسایی که رنجش دارن یا به هر حال دشمنی دارن با اسرائیل. بنده سرباز وطن داریوش شمس با سپاس بی‌پایان.